یکم سوال این بود که مقصد ما شالا میسوزیم، شالا چی بولوش می‌سازید؟ میگیریم، دندون کرسی میکنیم بولوش را. چی میسازد شما؟ چالا میسوزیم، بالای چالا دندون کرسی میسوزیم، فرم کرسی میشه بالا چالا. چله میسازد؟ بله، بکنیم فرم کرسی چله میکنیم یعنی بولوش را. انگشتری میشد. بله مردم انگشتری باید میسوزیم. فهم رده، یعنی یک قسمتی مردم این کلمه رو نمیدن. انگشترین میسازد. شما زرگرید؟ نه ما دندان سوزیم، نکیم زکاس میکنن بعضی وقت مقصد میسوزیم بالای چالا فرم دندون میکنیم. همین کیلو تو میشه باشه ممکنه باشه. دندان تیلا؟ بله. نه دندان تیلا نکنید. حالا ایوازای این یک برآمده ساخته دندان تیلا حاضر دیهاتی ها نه میکنن. نه ما چالا میسوزیم بالای چالا کیلو میشه دندون میشه در دست میندازن انگشترین خب این در بول مقصد اینه که چالا در دست انداختن همون دیگینش کرسی دندون میشود. یعنی که منظور شما به فکرم همون انگشترین بالای انگشترین به جای همون مروارید یا مرجانش دندان بوده است به فکر من درست دندان فهمیدم. خودی همه آدم دندان شکستگی؟ نه ما همه خیلی فرم میکنیم میسوزیم رنگ دندون برد کیلو میگیریم او کدا فرم دندون میتیم شد اون. در انگشترین بله. اگر برای زنها باشه درست است. رحمت بگوید برای یک اینکه سوال دیگه. انگشترین تیلا به مردها منع است.